سازمان امور مالیاتی وقتی اظهارنامه رو میبینه دنبال یه چیز نیست، دنبال چند تا نشونه است. خط قرمزایی که باعث میشن پرونده تو پرریز کنن، با دقت بررسیش کنن، حتی دعوتت کنن که رسیدگی بشی. اولیش رشد ناگهانی درآمد نسبت به سال قبل بدون توضیحی و یا دلیلی. دومش هزینه هایی که هیچ سندی براش نداری یا غیر منطقی هن. سومیش استفاده از چند تا دست کارتخانه ولی ثبت درآمد کمه. و چهارمیش هم اختلاف بین اظهارنامته و اطلاعات سامان معدیان یا حالا پایانه‌های فروشگاهی. وقتی این موارد دیده میشه، سامان امور مالیاتی فرض رو بر تخلف میذاره، نه اشتباه. پس حواستون باشه، فرم اظهارنامه یک صفحه الکترونیکی نیست، یه سیگناله برای دعوت یا عبور.